البته ملت ایران کمر فتنه رو شکست. ملت ایران با یک حرکت میلیونی در روز 22 دی‌ماه که 22 دی‌ماه شد یک روز تاریخی مثل 22 بهمن. یعنی 22 دی‌ماه رو ملت ایران ساخت، یک افتخار دیگر بر افتخارات خود افزود. ملت ایران در تهران با چند میلیون جمعیت در شهرهای مختلف با جمعیت‌های انبوه و فراوان توانستند به دهان پرگوی مدعیان مشت محکمی بزنند و الحمدلله این کار رو کردن، فتنه رو خوابوندن. کار ملت ایران.